یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی. 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدن، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتن. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان میکردن تحت عناوین گوناگونی، به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان. یا اگر هم میگفتند به شکل آبرومندانه، میگفتن رفتار ایران میخواهیم عوض بشه. گذشته ها اینجور حرف میزدن. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد. گفت ما مقابلمون با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ما ملت ایران باید اینو درست بفهمیم. این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکنه یه مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشه. مثلا حرف گوش کن باشه، ایران حرف گوش کن به این تعبیر گفته باشه. یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران با این تاریخ، ایران با این عزت، ایران با این ملت، این توقع را داره که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ با همه افتخاراتش گوش به فرمان او باشه. علت این دشمنی ها به خاطر این